وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر. وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، بارک الله فیکم. سوال شما را مطالعه کردم، البته درس‌های ما را گوش میکردید. الله به شما برکت بدهد. ان شاء الله از جمله کسانی بگرداند که چنگ به توحید زده باشید و ان شاء الله فهم صحیح و درست را ان شاء الله دریابید. و بارک الله فیک. و البته درس‌ها را گوش بکنید، بیاموزید و منتشر بکنید. حیاک الله خیر. اما در مسئله این که در یک برنامه دیدید که رافضه ها میگفت که اونها لیدر دارند و یک سرجم کننده انسان دارند، اهل سنت این چنین انسانی ندارند، اهل سنت پراکنده اند. البته بارک الله فیکم، اهل سنت و الجماعت به خودشون علما دارند. اهل سنت و الجماعت ان شاء الله پراکنده نیستند. اما درست است که اهل سنت و الجماعت خیلی که رافضه ها مثلا یک دولت رافضگی دارد، اهل سنت و الجماعت یک دولت خالص اهل سنتی که موافق قرآن و سنت باشد و موالات به کفار نکند و خودش صاحب خودش باشد وجود ندارد. درست است. از این جهت بله، اهل سنت از همین جهت پراکنده هستند. چرا؟ سببش این است که همه کفار میدانند، یهود، نصارا و این چنین مشرکین و این چنین دیگر از باقی مانده قبوری ها همه میداند که اهل سنت و الجماعت اگر سرجم شوند، اگر علمایشان از ترمه ها آزاد کرده شود، اونها را به حال خودشان گذاشته شود، اهل سنت و الجماعت در مدت یک سال بهترین دولت را میسازند، بهترین کشور را میسازند، بهترین اقتصاد را به وجود میآورند و به نهایت این دنیا یک نویگری، یک تحولات بزرگی را مشاهده میکند که تا امروز یعنی این تحولات نیست. از همین جهت تمام این کفار حرکت میکنند که اهل سنت و الجماعت سرجم نشوند. علمای اهل سنت و الجماعتی که سبب اساسی سرجم شدن امت میشوند، این علما را در همه کشورهای عالم ببینید، از خردشون، از طالب علمشون تا بزرگشون به ترمه ها انداختند، در ترمه ها قتل میکنند، میکشند. علماهایی که سبحان الله ما امروز میدانیم 18 سال و 20 سال و 30 سال در درون ترمه هستند. علامه ها، بین‌الملل انسان های بهترین، عالم های بین‌الملل بزرگ که سبب سرجم شدن امت میشوند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این علما نابود شوند، محکم شوند، کتاب نوشته نتوانند، سخن کرده نتوانند، مردم همه گمراه گردد و همه پراکنده گردد. بالاخره پراکندگی ما، وقتی که ما پراکنده، اهل سنت پراکنده هستند، دیگه کفار همه اونها سرجم، اونها خوب زندگی میکنند. از همین جهت نمیگذارند اینها میلیاردها پول صرف میکنند، اینها هزارها آدمها، لشکرهای صرف میکنند تا که اهل سنت هیچگاه سرجم نشود. انا همین است برادر. اما رافضه ها را خود یهود و نصارا رافضه ها را آورده ساخته و اونها را سرجم کرده مانده است. برای اینکه رافضه ها برای کفار هیچ تهدیدی ندارد. رافضه ها برای اقتصاد کفار، برای زندگی کفار، برای پیشرفت کفار هیچ تهدیدی نداره. رافضه خود از همین کفار است، لشکر کفار است. انا همین است. بارک الله فیکم. لیکن با وجود این همه، با وجود این که تمام عالم یک شده اند بر ضد قرآن و سنت، بر ضد اهل سنت یعنی مسلمان ها، با وجود همین الحمدلله اهل سنت و الجماعت زنده هستند، علما دارند، طالب علم دارند، روز به روز پیشرفته ایستادند و ان شاء الله وعده الله قریب است، نصرت الله قریب است و وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است و ما ایمان داریم و روز از روزها این سرجمعی ان شاء الله مسلمان ها، مؤمنین، موحدین را من و شما مشاهده میکنیم ان شاء الله. لیکن اولین قدمی که برای سرجمعی اهل سنت و الجماعت باید من و شما برداریم این آموختن توحید است. بدون توحید سرجمعی وجود ندارد. الجمع یعنی جمع شدن باید درباره کلمه توحید باشد، باید درباره کلمه توحید باشد. از همین جهت میبینید امروز الحمدلله توحید آهسته آهسته به همه رسیده شده است. دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی در این روزهای مبارک الله سبحانه و تعالی
مسلمین، مؤمنین، موحدین، اهل سنت در جماعت را سرجم بکند، علمایشان را از اسارت ها آزاد بکند، طالب علم هایشان را از اسارت ها آزاد بکند، علما و طالب علمان اهل سنت را حفظ بکند، از دست این طاغوتین، مرتدین و مشرکین و از دست این ظالم ها نجات بدهد، از ترمه های زندان های این طاغوت ها نجات بدهد و این مردم عادی را، عامه مسلمان ها را به قرآن و سنت بازگرداند و گرد علمای اهل سنت جمعشان بکند و با همین اهل سنت در جماعت را ان شاء الله سبحانه و تعالی خود الله سرجم بکند. بارک الله فیکم.